السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در اینترنت ها میبینیم و در بعضی برادرهای تاجیکی به نامشون بگیم که بلاگر میگن اونها و بعضی نفرهایی که نو میخواهند که شروع کنند این کارا یک چیز نگفته نماند که فراموش نکنید که هر نفر یک خواهر یک بنده مسلمانی که اون بگیم خطا کرده است در حیاتش، گناهکار کبیره شده است، اگر گناهکار کبیره هم باشد حق ندارد این نفر که اون در اینترنت ها پهن کند. مثلا از جمله یگام برادرها زن میگیرن، اون رفته که یگام مشکلی هست در اون دختر در اینترنت ها پهن میکند، اون دختر نبوده است و ای خیل بوده است و او خیل بوده است و دیگر مشکلی که هست، یا اینکه یگام خش توارهایشان را وقتی در حالت ناگوار میقپن اونا کمی را کرده به هم پهن میکنن. این کار درست نیست است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و میفرماید که الله عزوجل بسیار بگیم ستر دوست می‌دارد، با حیا ستر کننده هست، دوست می‌داره حیا داره و ستر کننده ها را میگد. روایت ابو داود است. در حدیث دیگر اومده است که وقتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و را ذکر میکردن، یگام نفر یگام عیبش را ذکر میکردن، یگام نفرهایی که امروز بعضی همون نفرها که در اینترنت میپرتان عیبهای بعضی نفرها را میخواند که شرمنده کنن، اونها را آشکار کنن همین کارهای گناه را، پیامبر گرامی صلی الله علیه و وقتی که همین خیلی گپ‌ها و کارا ذکر میکردن، پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگفت که چی کار است که فلانی آدم ها را که این گپ ها را پهن میکرده باشن، آشکار میکرده باشن و اون مرده که بگیم که اون زن بگیم شرمنده میکرده باشن، گفته بد میدید این گپ ها را بد میدید. این روایت ابو داود است نیست. از ابن عباس روایت شده هست، این روایت ابن ماجه ذکر کرده است، میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفت که هر نفری که ستر کنه عورت برادر مسلمانش را، ستر میکنه الله عورت او روز قیامت. یعنی که عیب یک نفر میفهمد انسان ستر میکند، الله پاک روز قیامت اون ستر میکند. و هر کسی که کشف عورت اخی المسلم، وقتی یک نفر آشکار میکند عورت بگیم عیب و یک مشکل یک برادر، الله او را بگیم آشکار میکند، شرمندش میکنه روز قیامت. فهم نیستی؟ یعنی که بین مردم الله پاک او را شرمنده و آشکار میکنه روز قیامت. این دنیا یک مدت کوتاه هست، انسان زیاد اگر عمر ببیند شاید که 100 سال عمر ببیند، اما قیامت شرمنده ابدی میماند انسان. به همون خاطر گفتنی هستم که اون برادرهایی که در زنهاشون مشکل هست، در اپهاشون، در کلنهاشون، در خواهرشون، در مادرهاشون مشکل است، کامera کرده در همه جا پهن نکنن. اگر بگذار که میخوان که به اصطلاح امروزه دکزت کردن میخوان، برای همون پدری هم دختر است، برای برادری هم دختر است، برای شوهری هم دختر است، بگذار که در همون خودی همون نفر برسد و در هر جا پهن نکنن. وقتی که همون نفر که دید فهمید که عیب زنش را، عیب خواهرش را، عیب بگیم که دخترش را، فرق ندارد که فهمید، دیگر اون شرط نیست که در همه جا شما از پشت اون بخواید که پول کار کنید، در پشت او بخواید که یک گناه کبیره در شما خودتون شامل کنید. این گناه هست از روی این کدام نفری که پول کار میکند و از روی این کدام نفری که میخواد که در اینترنت ها مشهور شود، این حرام است. این از پول حرام پول کردن میخواد و میخواد که از راه حرام یک درآمدی کنند، از روی حرام میخواد که رو بشناسن. این انسان علامت های دوزخی بدن اون نفر است. در حدیث دیگر روایت مسلم است که هر کسی که من ستر مسلم ستره الله فی دنیا و الاخره، هر نفری که ستر میکنه یک مسلمان را الله ستر میکنه در دنیا و آخرت. این است که ستر کردن چی است؟ ستر کردن این معنی ندارد که باید ما اونو از گناه من نکنیم، از گناه من میکنیم، باید نصیحت کنیم. و اگر که بخوایم که مثلا در حالتی که عیب یک نفر در حالتی میتونیم که بتونیم بگیم در همون آدم‌هایی که اون نصیحت کرده میتونن فقط، یا که در پدر مادر هم خودش ما حق نداریم کنه بگیم در تمام دنیا پهن کنیم، آشکار کنیم، مشهور کنیم و بخوایم که از روی ما را بشناسن یک نفرهای دیگر بکرده. یا اینکه یک نفر دزد باشد، یک نفری که ظالم باشد، یک نفری که غر باشد، اون به مردم ضرر میرساندگی باشد، اونها را میتونیم اون بین مردم معرفی کنیم، این یکم گناهی نیست. اما یک خواهری که اون بگیم که به یکم نفری که دخالت ندارد و اون شرمندگی اهل عائله همون میشود، اون گناه در حق خودی همون هست، گناه کرده است. و مثلا که تو نخواهی که زندگی نکنی، بگذار که رو طلاقش که، بگذار که کمیرش کردی، اگر رفته کمیرش کردی، بعد در همون نفرهای نشان بده که به همون تعلق دارد، نخود که تو کرده بگی در اینترنت ها پهن کنی. اگه همون تصور کن که همون خواهری تو باشد، همون مادری تو باشد،
همون یک نزدیک تا همین کار حادثه شود. اگر الله پاک ستر کنه از این روزها، مثلا که همین کار در بالای یک نفری، همون نفری که همین کارها رو میکند، اگر چی حالت خودش رو فکر میکند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که من ستر، هر کسی که بپرسد ستر کند مسلمان را، ستره الله گفتم یوم القیامه، الله را ستر میکنه روز قیامت. وقتی که در این کارهایی که ضرر به اگه مسلمان نیست، که ضرر به هم نفس خودش شده است و ضربه بگیم به همون یک آدم‌های محدود چیز همونها بدونند خلاص. اما یک نفری که ظالم دزد بگیم که یکم آدمی که به مردم عامه ضررش میرسد، اونو باید مردم معرفی کنیم و بدونیم که ظالم کی است و مظلوم کی است، و یا اینکه مثلا که یا اینکه دوست کی است که مثلا که همون قشلاق و همون دیار و همون وطن ضرر نرسونه گفته، بتونیم که اونو مشهور کنیم تا اینکه ضررش به همه نرسد مثلا. اما یک نفرایی که امروز میخیزن از روی آبروی یک نفر ریزوندن، از روی آبروی یک نفر، عرض یک مسلمان ریزوندن، میخوان که پول کار کنن. امروز میخوان از روی یک بگیم شرف و شأن شرف یک نفر، میخوان که امروز همه بشناسنشون پدپیس چونه میچی جمع کنن. باور کنن هم نفرهایی که در همین کارها با دستگیری میکنن یک دیگه، در همین کارها دستگیری میکنن، یا که در همین ویدیوها را پهن کردن میخواهند، بین مردم پهن میکنن، همه این نفرها در این گناه شامل هستند. همه این نفرها در گناه شامل هستند که روز قیامت جواب میگن. الله پاک روز قیامت اینها را شرمنده میکند، شرمنده دنیا و آخرت میشن. این نفرهایی که مثلا خواهرها و بگیم که دیگر انسانها را بگیم که خیلی مشهور میکنن، پهن میکنن. اگر بگذار ما دفاع از اون نمیکنیم، الله این چیزها را دفاع کردن از کاری بد را، این خودش یک کاری بد است. شریعت قرار اینو بگیم که دوست داشتگی نیست این کارا. اما درباره سطح رفته، درباره شرمندگی قوم، در مورد شرمندگی یک ملت شما خودتون بگیم که سهم گذاری کردین. ملت تاجیک به درجه رسیده است خودش بگیم یک ملت پست در دنیا مشهور شده است. الان یک ملت ناچیز پست مشهور شده است. هر جایی که نمیره تاجیک بفهمند یک ملت پست میدونن. میگه شما یک قومی هستین که اصلا قدر ندارین در اونجای دنیا بگیم. با بالا این کرده شما میگیرین با پستر میزنین ملت تاجیکا، میگین دخترهای اونها رو شرمنده میکنین. همین قبل شرمنده هستیم کفایت نیست؟ از روی بی قدری و بی قیمتی مون در همه جای دنیا ما میخیزین خواهرها رو شرمنده میکنین. از خدا بترسید. ای بدبختایی که همین ویدیو رو پهن میکنن، یکم همونها رو خطاب میکنم و دیم همون انسان در دستهای اونها تلفن رسید امروز در اینترنت ها پهن میکنن، خطاب به آنها میکنیم که از الله بترسید. و سیم نفرهایی که اینا رو تماشا میکنن و دیگه رو پهن میکنن، شما از الله بترسید که همه شما در این گناه شامل هستید و روز قیامت شرمنده تان میکنه. الله پاک در دنیا خار ذلیل تان میکنه، در قیامت هم خار ذلیل هستید. الله پاک همه ما شما رو هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.